سایبر فضا یا فضای آنلاینی که محیط برجسته تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی رقمی می باشد. امکانات زیاده با تمام جمعیت وابسته از سطح اقتصادی کشور، رشد اقتصادی کشور و تمام عالم داده می تواند. اگر همین امکانات ها استفاده شوند، آنها باز منفعت بار می شوند، باز امکانات های نو تولید می کنند. تجربه نشان می دهد اگر همین امکانات ها به منفعت استفاده برده نشوند، آنها باز تهدیدهایی دارند که می توانند به جمعیت مشکلی های دیگر بیارند، مشکلی های اقتصادی، اجتماعی، مشکلی های سیاسی آورده می توانند. تکنولوژی ها نیترالند، بی‌طرفند. من شخصا جانبدار همین اندیشه هستم. اندیشه های گوناگون هستند که تکنولوژی نیترال بودن نمیتونند، لیکن من جانبدار آن هستم که تکنولوژی نیترال میشوند و برای منفی یا مثبت، برای منفی مثبت استفاده بردنش این وابسته است از هر انسان، از هر جمعیت. اگر جمعیت میخواهد از این تکنولوژی بهره برد، هر چی استفاده مثبت هر چی بیشتر شود، همون قدر منفعت بار می شود. امروز 21 معیار دارد آدابنامه شهروند الکترونی. معیارهای آن را ورق زدم. 20 معیار بود. سال 2021 دوام 2021 معیار 21 وارد کردن کارشناسان ساحه، خصوصا با هماهنگسازی تشکیلاتی فوند جمعیتی تشبث شهروندی سیاست اینترنت و مثال دو معیار را آوردنی هستم که تا کدام اندازه اجرا شدن، رعایت شدن و یا رعایت نشدن همین معیارها میتواند مشکلی ها بیارد یا برتری ها بیارد. رعایت شدنش برتری ها بیارد، نشدنش مشکلی ها بیارد. معیار رقم 3 رعایت معیارهای زبان دولتی و ارزش های ملی، اینچنین احترام به ارزش های عمومی بشری و ملت های دیگر در فضای ویرتوالی ضرور است. انا همین معیار مثلا در حیات واقعی ما معیارهای زبان دولتی بسو پایمال کرده می شود. اکثر ما زبان دولتی را مطمئن هستیم که زبان دولتی باید به مثل همون زبانی باشد که در الفبای صنف 1 تحصیل کرده و از خود کرده ایم و گویا که با مرور زمان زبان باید تغییر نیابد. اگر ما خواهیم که تکنولوژی ها را به خوبی استفاده بریم، باید که از مکتبخانه از استاد آموزیم که چطور تکنولوژی رو میتوانیم به منفعت استفاده ببریم. لیکن امروز این مؤسسه ها با اختیار خود از این رسالت خود دست کشیده اند و سبب اساسی چنین تصمیم یکی از سبباش، سبب‌های گوناگون هم هست، یکی از سبب‌هاش این آن شد که شاگردان در مکتب و دانشکده چندان آداب خوبی استفاده دستگاه‌های موبیلی را نداشتند و استادانی که صاحب قدرت بودند، نماینده مردمی در پارلمان بودند یا تصمیم گیرنده بودند، همین معیار را در یک مدتی بس کوتاه قانونی کردن، وارد کردن به قانون و امروز این قانون رعایت می شود. یعنی خودش نشان دهنده آن است که هنگام استفاده تیک آداب معاشرت اگر رعایت نگردد، این فراگیرنده تمام ساحه‌های گوناگون می شود. باز هم مثال همون استفاده بردن زبانی لهجه، قدر نشدن زبانی دولتی، اگر آدابنامه شهروند الکترونی اجرا شود، بیشتر همین کمبودی ها برطرف می شود. حتی
تر نمیزنن، چون که هر یک مشکلی که پیدا میشد سری وقت با برطرف می شود و سهمگذار در تولید شدن امکانیت های نو می گردد. و آدابنامه شهروند الکترونی هم هدفش همین است که وقتی آدابنامه تهیه گردید از جانب جامعه شهروندی تحت سرپرستی شورای اویبتی که نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2013 هدف اساسی هم همین بود که انسان نکوپیندار است. حتی در مقدمه همین آدابنامه آمده است که گفتار نیک، پیندار نیک و کردار نیک در فضای مجازی هم تطبیق پذیرند. یعنی آداب انسان تنها در فضای واقعی محدود نمیشه، در فضای مجازی قدر آداب انسان باز هم افزون میگردد. به خاطر باز تکرار میکنم، به خاطر پیدا شدن فراگیر شدن ایزی یا پی رقمی هر یک عمل و هر یک سخن و هر یک اندیشه‌ای که ثبت می شود. مقصد اساسی همین بود. باز هم میگویم که از نکوپیندار بودن انسان ما تکیه کردیم و این البته حکم قانون ندارد، معیار قانونگذاری نیست، تنها توصیه نامه هست